سلام، صدیقی هستم. تو این ویدیو میخوام رسم خط رو با داشتن معادله خط بهتون یاد بدم. لطفاً اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید که با کلی ویدیوهای آموزشی دیگه همراه من باشید. به نام خدا. رسم خط. ما اگر یه نقطه‌ای مثل این نقطه داشته باشیم، بگیم از این نقطه یک خط رسم کنید. یکی میاد این خط رو میکشه، یکی میاد این خط رو میکشه. وقتی تو کتاب صحبت از خط میشه، خط راسته. یکی ممکنه این خط رو بکشه، یکی ممکنه این خط رو بکشه. ببینید تمام این خط‌هایی که من کشیدم همشون از نقطه آ عبور کردن. پس ما با داشتن یک نقطه میتونیم بیشمال خط راست از اون نقطه بگذرونیم. ولی اگه دو نقطه مثل آ و ب فرضاً داشته باشیم، من به شما بگم یه خط از این دو نقطه عبور بدید. شما تنها خطی که میتونید بکشید، منظورم خط راسته، فقط این خطه. کسی بخواد خط دیگه‌ای بکشه که هم از آ و هم از ب بگذره امکان نداره. پس ما با داشتن دو نقطه از خط میتونیم هم معادله خط رو بنویسیم و همون خط رو رسم کنیم که مدل های مختلف معادله خط رو که به ما میدن، نقاطی رو که در نظر میگیریم میتونه متفاوت باشه برای راحت‌تر رسم شدن اون خط. وگرنه شما میتونید هر دو نقطه دلخواه از خط رو در نظر بگیرید. فرض کنید من بگم خط y مساوی 2x منهای 3 رو رسم کنید. برای رسم این خط میدونیم دو نقطه از خط رو لازم داریم. برای اینکه راحت‌تر و مرتب‌تر این خط رو رسم کنیم، میایم یه جدول تهیه میکنیم، بالا x، پایین y و پایین مختصات نقطه. هر نقطه دلخواهی رو ما میتونیم به این خط بدیم، ولی راحت تر اینه که وقتی خطمون معادلش استاندارده یعنی چی؟ یعنی فرم y مساوی ax به علاوه b. ببینید y مساوی ax به علاوه b که الان اینجا آمون همون دوه که شیب خطه، بعدها راجبش بیشتر حرف میزنیم، و منفی 3 همون عرض از مبدأ خطه b. تو این جور معادلات که مرتب استاندارده، بهتره یه بار به x صفر بدیم و y رو پیدا کنیم. برای پیدا کردن y میایم نویسیم معادله خط بود y مساوی 2x منهای 3. من قراره به جای x بذارم صفر، میشه 2 بین 2x علامتی نیست ضربه، ضرب در به جای x میذارم صفر منهای 3. اینو حلش میکنم. اول طبق عملیات باید ضرب انجام بشه. 2 صفر تا صفر تا صفر منهای 3 میشه منهای 3. پس من به x صفر دادم و وایم شد منفی 3. پس یکی از نقاط من شد صفر و منفی 3. یکی از نقاط راحت اینه که به x بیایم 1 بدیم. اگه من تو همین معادله خط 2x منهای 3 به جای x بذارم 1، ببینید چه اتفاق میفته. میشه y مساوی 2 ضرب در 1 منهای 3. 2 یکی 2 تا 2 منهای 3 میشه منفی 1. اینا ناجورن، از هم کم میشه منفی 1. پس یه نقطه من شد چی؟ 1 و منفی 1. حالا میتونم این دو نقطه رو تو دستگاه مختصات پیدا کنم و خطم رو رسم کنم. این محور x ها، این محور y ها. نقطه‌ای که طول نداره و ارزش منفی 3. گفتم نقطه‌ای که طول نداره روی محور ارزها قرار داره، منفی 3. این یه نقطه‌ای که طولش 1 ارزش منفی 1. نقطه‌ای که طولش 1 و ارزش منفی 1 میشه این نقطه. طول 1 عرض منفی 1. این دو نقطه رو کافیه به هم وصل کنم تا خطم رسم بشه. اگر معادله خطم استاندارد باشه، یعنی به فرم y مساوی ax به علاوه b باشه، ولی این آ ما کسری باشه، فرض کنید y مساوی 1/2 x منهای 4. برای اینکه این خط رو جدولش رو نقاطش رو راحت پیدا کنیم، بهتره باز یه بار به x صفر بدیم. ببینید y میشه 1/2 ضرب در 0 منهای 4. این ضرب در 0 میشه 0. 0 منهای 4 میشه منهای 4. یعنی یکی از نقاط من 0 و منفی 4. ولی این بار به جای اینکه به x 1 بدم و
وای من کسری در بیاد، بهتره که مخرج این ضریب x رو بدم. مخرجم چنده؟ 2. به جای x 2 میذارم. ببین چه اتفاقی میفته. y مساوی 1/2 ضرب در x، x هم 2 منهای 4. این 2 با این 2 ساده میشه. چی میمونه؟ 1. 1 منهای 4 میشه -3. پس وقتی به x 2 میدم y هم -3 در میاد. پیدا کردن این نقطه تو صفحه مختصات خیلی راحت تره. ببینید x 0 y -4. وقتی طول نداره ارزم -4 میفته رو محور وای ها. 1 2 3 -4. درسته؟ یه بارم x هم 2 وای هم -3. 1 2 3. ببینید x 2 وای -3 میشه این نقطه. کافی این دو نقطه رو به هم وصل کنم و خطم رسم بشه. گاهی معادل خط استاندارد نیست. مثلا به فرم 2x به علاوه 3y مساوی 6. برای اینجور خطا هم که بیایم جدول بکشیم، چون معادل خط استاندارد نیست، لازم هم نیست استانداردش کنیم، یعنی وای رو تنها کنیم. میتونیم یه بار به x 0 بدیم وای رو پیدا کنیم، یه بار به y 0 بدیم x رو پیدا کنیم. نگاه کنید 2x به علاوه 3y مساوی 6. من به جای x بذارم 0 میشه 2 ضرب در 0 به علاوه 3y مساوی 6. این که میشه 0. الان چی دارم؟ 3y مساوی 6. خب بخوام این معادله رو حل کنم، کافیه دو طرف معادله رو به ضریب y یعنی 3 تقسیم کنم تا y هم پیدا بشه. همینطور که میبینید y میشه 6/3 یعنی 2. پس وقتی به x 0 دادم y هم شد 2. حالا یه بار دیگه میام به y 0 میدم x رو پیدا میکنم. ببینید چه اتفاقی میفته. میشه 2x به علاوه 3 ضرب در y هم 0 بود مساوی 6. این میشه 0. پس من در واقع دارم 2x مساوی چی؟ 6. دو طرف رو به 2 تقسیم کنم، x هم پیدا میشه 3. پس وقتی به y 0 دادم x هم شد 3. پس یه نقطه من شد 3 و 0. پیدا کردن این دو نقطه تو صفحه مختصات خیلی راحته. نگاه کنید. من الان بیام تو همون صفحه قبلی اینو رسمش کنم. ببینید یکی از نقاط من نقطه 0 و 2 بوده. طول نداره. ارزم 2 رو محور وای ها. دو نقطه 2 تا میرم بالا. نقطه ای که طولش 3 و عرض نداره 1 2 3 میشه این نقطه. میبینید کافی این دوتا رو به هم وصل کنم و خط 2x به علاوه 3y مساوی 6 رسم بشه. پس من با دونستن دو نقطه از خط میتونم خط رو به راحتی رسم کنم.